امروز قراره که در مورد کاربرد هوش مصنوعی تو مدل سازی با راینو صحبت کنیم. من اول بنا داشتم که پلاگین راینو جی پی تی رو برای امروز بهتون معرفی کنم که اتفاقا دوستانی هم توی کامنتای پستی که مربوط به این جلسه امروزمون گذاشته بودم اشاره کردن بهش. منتهای مراتب فیدبک هایی که گرفتم از بچه‌ها انگار روی همه سیستم‌ها خیلی خوب کار نمی‌کنه. بنابراین این پلاگین رو هم امروز یه سری بهش میزنیم، یه نگاهی بهش میندازیم. منتها تمرکز اصلی روی این دوتا مدل زبانی یعنی دیپسیک و چت جی پی تی خواهد بود. در واقع به جای اینکه از پلاگین استفاده کنیم که مستقیما پرامپتمون رو تو خود محیط نرم افزار بنویسیم و جوابش رو هم همونجا مستقیم دریافت کنیم، میخوایم بدون واسطه مستقیما از اون هوش مصنوعیمون در واقع خواستمون رو باش مطرح کنیم و جوابمون رو خودمون حالا با روشی که براتون توضیح خواهم داد منتقل کنیم به راینو و اونجا نتیجهش رو ببینیم. در واقع این کاری که ما الان داریم انجام میدیم، این پلاگین همون کار رو برامون قراره انجام بده، منتها یه میونبر این وسط زده میشه. به جای اینکه ما اینجا پرامپتمون رو بنویسیم و نتیجهش رو بگیریم و به راینو بدیم، این مراحل رو خود پلاگین راینو جی پی تی تو پشت صحنه ماجرا برامون انجام میده. توضیح دیگه‌ای که میخوام بهتون بدم اینه که در واقع میخوام ازتون که دید واقعی قبل از هر چیز نسبت به موضوع داشته باشیم. یعنی اینکه خواسته های خیلی هیجانی و عجیب غریب انتظار نداشته باشیم از هوش مصنوعی و راینو. حداقل تو این کانتکستی که الان ما داریم صحبت میکنیم با امکاناتی که در دسترسمون هست و تو فضای راینو خیلی خواسته های عجیب غریبی نمیتونیم ازش داشته باشیم. البته هوش مصنوعی هایی هستن که شما میتونید عکس بهشون بدید و توضیحات بدید و مدل سه‌بعدی براتون جنریت کنن، ولی از اونجایی که راینو خودش مستقیما ابزاری برای کار کردن با هوش مصنوعی در نظر نگرفته، حداقل تو ورژن های فعلیش، ما مجبوریم که از طریق یه واسطی این کار رو انجام بدیم. در واقع ما نمیتونیم از هوش مصنوعیمون بخوایم که برامون مدل سازی کنه، چون دسترسی به ابزارهای راینو نداره. اون واسطی که هوش مصنوعی میتونه از اون طریق برامون دستورای راینو رو اجرا کنه و به راینو در واقع بگه که چی رو باید اجرا کنه، محیط اسکریپت نویسی راینوه. راینو هم مثل خیلی دیگه از نرم افزارهای حرفه‌ای مدل سازی سه‌بعدی یه محیطی داره برای اسکریپت نویسی. البته مثل گراس هاپر که خیلیاتون باش آشنا هستید، شما تو گراس هاپر هم در واقع کاری که دارید انجام میدید کد نویسیه، ولی تو گراس هاپر به جای اینکه ما کدمون رو تایپ کنیم، همون منطق کد نویسی رو از طریق بلاک‌های آماده‌ای که از قبل داریم اجرا میکنیم. پس کاری که ما باید انجام بدیم، فرایندمون به این ترتیبه که اول از طریق کامند edit python script وارد محیط اسکریپت نویسی راینو بشیم و بعد از هوش مصنوعیمون هر دوی اینا رو امروز با هم امتحان میکنیم، هم چت جی پی تی رو و هم دیپسیک رو، بخوایم که اسکریپتی برامون بنویسه که اون کار مورد نظرمون رو انجام بده. حالا اینجوری فکر کنم دید واقعی تری نسبت به موضوع داشته باشیم. در واقع شما نمیتونید که حداقل عرض کردم با امکانات فعلی نمیتونید مثلا یه عکس بهش بدید و ازش بخواید که اون عکس رو با جزئیات براتون تبدیل به یه مدل سه‌بعدی کنه، یا اینکه مثلا ازش بخواید که خودروی مدل فلان رو براتون تو راینو مدل سازی کنه. ولی همه کارهایی که به نوعی مرتبط با طراحی الگوریتمیک و طراحی محاسباتی هستن رو خیلی خوب اتفاقا میتونیم از هوش مصنوعی نتیجه بگیریم. به نوعی میتونم برای اینکه دوستان اکثرا ذهنیت روشنی نسبت به گراس هاپر و کارهایی که انجام میده دارن، مقایسهش کنم با گراس هاپر. بیشتر کارهایی که شما تو گراس هاپر میتونید انجام بدید، نوع مدلایی که توی گراس هاپر میتونید بسازید و ایجادش کنید، از طریق اسکریپت های راینو هم میتونید مشابهش رو بسازید. پس ذهنمون به سمت مدلایی باشه که یه
الگوریتمی، یه منطق ریاضی پشتشون هست، یا مثلا یه تسک تکراریه که باید بارها انجام بشه، یا یه فرمیه که یه معادله ریاضی پشتشه، یه الگوی تکرار شونده پشتشه. فرمایی از این دست رو خیلی راحت میتونیم با هوش مصنوعی و از طریق اسکریپت پایتون راینو جنریتشون کنیم. من قبل از اینکه این در واقع جلسه رو برنامه ریزی کنم توی گروه تلگرام هم پستش رو گذاشتم، اطلاع رسانی کردم و ازتون خواستم اگر شما هم پیشنهادی یا سوالی مرتبط با موضوع دارید مطرح کنید تا لحاظ بشه تو جلسه امروز. خیلی از دوستان مایل بودن که در مورد گراسهاپر هم صحبت کنیم، هم در مورد یادگیریش، در واقع اینکه چه جوری میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم برای اینکه گراسهاپر رو سریعتر یاد بگیریم، یا حداقل نیازی نباشه هی بریم سراغ منابع مختلف، یه جوری در واقع روونتر کار یادگیریمون رو بتونیم پیش ببریم باهاش. و هم در مورد استفاده از گراسهاپر، یعنی همینطور که میتونیم تو محیط راینو از هوش مصنوعی بخوایم برامون اسکریپتی بنویسه که اون کار مورد نظر رو انجام بدیم، تو محیط گراسهاپر هم دقیقاً میتونیم همین کار رو انجام بدیم. حتی اینجا دستمون شاید کمی بازتر باشه. تو گراسهاپر تو زبونه مس قسمتی داریم به اسم اسکریپت. اینجا شما میتونید هم به زبون سی شارپ اسکریپت بنویسید، هم به 2 تا ورژن مختلف از پایتون و هم وی بی، که البته تجربه نشون داده اسکریپتی که به زبون پایتون مینویسیم بهتر کار میکنه. نه به این معنی که پایتون زبان بهتریه یا مقایسه این چنینی، ولی کدی که شما یک کد یکسان رو اگر از چت جی پی تی یا دیپسیک بخواید که هم به زبان پایتون براتون بنویسه و هم به زبان سی شارپ، معمولاً به تجربه اون کدی که به زبان پایتون مینویسه خیلی بی درد سرتر اجرا میشه و معمولاً کمتر به عیب و ایراد میخوره و نیاز به اصلاح پیدا میکنه. پس در واقع فرایند استفاده‌ای که از هوش مصنوعی می‌خوایم داشته باشیم تو هر دوی این پلتفرم‌ها، یعنی هم راینو و هم گراسهاپر، مشابه همدیگه است. فقط باید ذکر کنیم اون موقع که داریم پرامپتمون رو به هوش مصنوعی میدیم که این کد قراره تو محیط اسکریپت نویسی گراسهاپر اجرا بشه یا راینو. اگر خواستیم تو راینو اجراش کنیم، خب از این طریق، یعنی از طریق کامند edit python script وارد محیط اسکریپت نویسی میشیم و توی گراسهاپر هم کافیه کامپوننت مربوط به اون زبان اسکریپت نویسی که میخوایم رو انتخاب کنیم، بیاریمش رو کنوسمون و اگر اینجا دابل کلیک کنیم میتونیم وارد محیط اسکریپت نویسیمون بشیم و اون کدی که از هوش مصنوعی میگیریم رو اینجا پیست کنیم و اجراش کنیم و اگر نتیجه مطلوب داد بهمون که چه بهتر، اگر هم نیاز به تغییر داشت که خب تغییراتش هم میتونیم ازش بخوایم که اعمال کنه. یه دلیلی که من این ویدیوی در واقع مربوط به هوش مصنوعی رو ترجیح دادم به صورت لایو برگزار کنیم و نه اینکه من ویدیو ضبط کنم و شیر کنم، این بود که دقیقاً یه فرایند واقعی رو با هم تجربه کنیم. یعنی این کاری که الان می‌خوایم انجام بدیم، من سعی می‌کنم ویدیو رو هم بعداً ادیت نکنم تا حد ممکن، جز اون حالا مواردی که اگر این وسط توپقی بزنم یا یه فرایند طولانی باشه کمی دور تند بذارمش، ولی میخوام که تمام مراحل رو با هم دنبال کنیم که اگر جایی اتفاقا جواب نداد بهمون، مثلا یه چیزی ازش خواستیم یه کدی بهمون داده، کد رو اجرا میکنیم میبینیم یا اصلا جواب نمیده، ارور بهمون میده، یا اینکه اون نتیجه مطلوبمون رو بهمون نمیده، این فرایند رو هم با هم یه بار دنبال کنیم ببینیم چه جوری میتونیم اصلاحش کنیم تا حد ممکن نزدیک بشیم به اون چیزی که در نظر داریم. اوکی، حالا با این مقدمه من میخوام از یه سری کامندای خیلی ساده تر شروع کنم، مثلا در حد این که ازش بخوایم یه دایره برامون بکشه، یا این که فرضاً ازش بخوایم چند تا دایره هم مرکز برامون بکشه با فاصله دلخواه، یعنی رفته رفته بزرگتر بشن دایره هامون با میزان اختلافی که خودمون براش تعیین میکنیم. خب این 2 تا هوش مصنوعی که امروز میخوایم باشون کار کنیم، هر دوشون فکر کنم تقریبا معرف حضور همتون باشن، چت جی پی تی و دیپسیک. برای اینکه از هر دوشون بتونید استفاده کنید لازم اکانت داشته باشید. قبلتر برای چت جی پی تی لازم بود حتما یه شماره غیر ایرانی داشته باشید که بتونید ثبت نام کنید، ولی الان با ایمیل هم به راحتی میتونید این کار رو کنید. و نکته دیگه این که حالا عملکردشون رو
من سعی میکنم در طول جلسمون پرامپتای ثابتی رو به هر دوشون بدیم و نتیجهش رو مقایسه کنیم که خودتون بتونید تصمیم بگیرید. ولی شاید این وسط یه مزایای دیگه هم هر کدومشون نسبت به اون یکی داشته باشن. دیپسیک خوبش اینه که خب فیلتر نیست، شما با آی پی ایران هم میتونید بهش کانکت بشید و ازش استفاده کنید. تو این کاربردی که ما ازش انتظار داریم، یعنی جنریت کردن کد، حالا اون در واقع جهتگیری خاصی که دیپسیک داره خیلی تعیین کننده نیست برامون، پس از این نظر فرقی نداره. البته که الان چت جی پی تی برای من بدون وی پی ان هم داره کار میکنه، یعنی با آی پی ایران داره کار میکنه. نمیدونم ربطی به آی اس پی داره، با آی اس پی دیگه امتحان نکردم یا چیز دیگه، ولی به هر حال بدون این هم داره کار میکنه. من از هر دوشم از نسخه فریش دارم استفاده میکنم. در واقع دیپسیک که ذاتاً فریه و اصلا اکانت پولی نداره، ولی اگر از چت جی پی تی استفاده میکنید، اگر اکانت پلاس یا پرو دارید که خیلی عالی میشه، چون میتونید از نسخه 4O هم استفاده کنید. نسخه 4 برای در واقع اون نقطه قوتش توی استدلال کردن و تحلیل کردنه، چیزی که اتفاقا تو کد نویسی خیلی فاکتور مهمیه. ولی حتی اگر از نسخه فریش هم استفاده میکنید که میشه چت جی پی تی 3.5، باز هم به راحتی میتونیم جوابای خوبی ازش بگیریم. در مورد دیپسیک هم اگر شما میخواید در واقع از اون ورژن استدلالیش استفاده کنید، میتونید از اینجا دیپ تینک رو علامت بزنید. وقتی که این فعال باشه میشه چیزی معادل نسخه 4 چت جی پی تی. فقط این چون فری هست، مشکلی که ممکنه باهاش برخورد کنیم که امیدوارم تو جلسه امروزمون اتفاق نیفته، اینه که گاهی ممکنه سرورش خیلی مشغول باشه و بنابراین در لحظه بهتون جواب نده، بهتون میگه که الان سرورها بیزی هن. ولی خب به هر حال حالا چون تو جلسه امروز تایممون محدوده، امیدوارم این اتفاق نیفته، ولی خب تو یه پروژه که کمی زمان بیشتری داره میتونید کمی صبر کنید، بعداً دوباره امتحان کنید. خب با این مقدمه شروع کنیم یه پرامپت ثابت رو به هر دوشون بدیم، ببینیم چه کدی بهمون میدن. من ترجیح میدم با چت جی پی تی شروع کنیم. حتما تاکید کنیم که این کد به زبان پایتون قرار نوشته بشه و توی محیط اسکریپت نویسی راینو اجرا بشه و اینکه ببینیم چه نتیجه‌ای بهمون میده. هر دوشون هم فارسی به خوبی متوجه میشن. شما میتونید خواستتون رو خیلی با همون زبان خودتون باهاش مطرح کنید. مثلا من بهش میگم یه اسکریپت به زبان پایتون بنویس که تو محیط اسکریپت نویسی راینو اجرا بشه و 10 تا دایره به مرکز مبدأ مختصات ایجاد کنه که هر کدوم مثلا 1 واحد قطرش از قبلی بزرگتر باشه. این رو دقت کنید که چون داریم ازش میخوایم یه کد بنویسه، هر چقدر شما جزئیات رو بیشتر براش توضیح بدید، خب نتیجه دقیق تری میتونید ازش بگیرید. پس نوع پرامپت نوشتنمون هم خیلی مهمه. مثلا انتظار نداشته باشید که بهش بگیم مثلا شکل یه گلدون برام بکش، ولی میتونیم فرایند مدل کردن یه گلدون رو خودمون ساده ترش کنیم، تقسیمش کنیم به اجزای قابل فهمتری و بعد ازش بخوایم که اون کار رو انجام بده. پس اینجا هم سعی کنیم تا حد ممکن ابهامی تو پرامپتی که داریم مینویسیم وجود نداشته باشه. خب اینجا اگر من بخوام دقیق ترش کنم، اون اولین دایرم رو هم باید قطرش رو مشخص کنم. پس میگم کوچکترین دایره قطرش 10 واحد باشه. ببینیم چی بهمون میده. نکته خوبش اینه که حتی توضیحات هم بهتون میده. هم تو کدتون کامنت میذاره معمولا. ببینید تو پایتون، دوستانی که پایتون کار کردن میدونن که متنی که بعد از این علامت میاد
در واقع تفسیر نمیشه و اون موتوری که قراره کد پایتونتون رو اجرا کنه از اینجا به بعد رو نمیبینه. این چیزیه که فقط خود کدنویس میتونه ببیندش، بهش میگیم کامنت، و برای اینه که کدمون گویاتر بشه، در واقع هیومن ریدبل تر بشه، به جای اینکه فقط ماشین متوجهش بشه، وقتی که یه شخص هم داره میبیندش متوجه بشه که اینجا دقیقاً چه اتفاقی افتاده. قسمت بعدی هم تو کدتون کامنت میذاره و هم دقیقاً بهتون توضیح میده که با چه منطقی این کد رو نوشته، هر قسمتی از کد چه کاری براتون انجام میده. پس بجز این که میتونیم صرفاً برای راه انداختن کارمون ازش استفاده کنیم، برای یادگیری برنامه نویسی هم فوق‌العاده ابزار به درد بخوری به نظر میرسه. اوکی، من مستقیما کدیو که بهمون داده کپیش میکنم و تو محیط اسکریپت نویسی راینو اینجا از لیست آخرین دستورامون edit python script رو اجرا میکنم، کدم رو پیست میکنم و اجراش میکنم. همین الان قبل از اینکه اجراش کنیم میدونم که یه ارور بهمون میده، چون تعریف نکردیم که در واقع کاراکترهای غیر انگلیسی رو هم بشناسه و این رو به عنوان یه ارور در نظر میگیره. ولی فرض رو بر این بگیریم که ما اصلا نمیدونیم، حتی منطق کدمون رو هم نمیدونیم، فقط چیزیه که بهمون داده مستقیم کپی کردیم آوردیم اینجا پیستش کردیم. اجرا کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. همینطور که انتظار داشتیم دقیقاً یه ارور مفصلی اینجا بهمون داده که کاری هم که ما میکنیم میبینید دقیقاً کاراکترهایی که اسکی نیستن رو توی کدمون پیدا کرده و دلیلش هم این حروف فارسیه که استفاده کردیم. من کاری که میکنم اینه که دقیقاً متن ارورش رو کپی میکنم و دوباره توی کامند پرامپت چت جی پی تی پیستش میکنم بدون هیچ توضیحی. خودش باید متوجه بشه که ایراد کار از کجاست. دقیقاً بهتون میگه دلیلش چیه و کد رو هم به این ترتیب اصلاح میکنه براتون. میتونیم دوباره کد اصلاح شده رو کپی کنیم، اینجا پیستش کنیم و نتیجهش میشه این. امتحان کنیم ببینیم همه چی رو درست در نظر گرفته یا نه. اولی باید قطرش طبق چیزی که ازش خواستیم بله، قطر اولی باید 10 باشه، کلا 10 تا دایره داشته باشیم و هر کدوم 1 میلیمتر باید قطرش از اون یکی بزرگتر باشه. خب اگر همشون رو انتخاب کنیم بله دقیقا 10 تا دایره بهمون داده. با دستور دیامتر اگر قطر اینو اندازه بگیرم دقیقا 10 و همینطور اگر فاصله بین هر کدوم دوتا از اینا رو بگیریم، این فاصله نیمه، ولی این رو در نظر داشته باشیم که نیم از این ور اختلاف دارن و نیم از این ور، یعنی مجموعاً دقیقاً همون چیزی که خواسته بودیم. هر کدوم 1 میلیمتر، یک واحد در واقع که حالا واحد فایلمون اینجا میلیمتر هست، هر دایرمون قطرش 1 میلیمتر از اون یکی بزرگتره. اوکی، خب یه تسک ساده ای مثل این رو خیلی خوب برامون انجام داد. بیاید کمی پیچیده ترش کنیم. شاید مثلا یه کاربرد خاصی ما داریم، یه نوع خاصی از مدل‌ها رو داریم طراحی می‌کنیم که با این موضوع زیاد سر و کار داریم، ولی همیشه هم یکسان نیستن. همیشه اینجوری نیست که 10 تا دایره بخوام اولی هم قطرش 10 باشه، فاصله همشون هم دقیقاً مثلا 1 واحد باشه، اختلاف قطر هر کدوم با بعدی. پس میتونم اینا رو متغیر در نظر بگیرم، مثل خیلی دیگه از دستورهای راینو. مثلا وقتی ما دایره داریم ترسیم میکنیم، اولین چیزی که ازمون میخواد مرکز دایره است. این مرکز دایره هر من هر جایی که بخوام میتونم بهش بدم. بعد از این که مرکز رو دادیم حالا قطر رو ازمون میخواد. اینجوری نیست که به محض اینکه مرکز رو دادیم یه دایره‌ای با یه اندازه مشخصی اونجا برامون ایجاد کنه. پس حالا من میخوام از چت جی پی تی که این 3 تا آیتم رو از طریق کامند لاین از خود کاربر بخواد. یادمون باشه که فیدبک حتما بهش بدیم که بدونه
چه کدایی که بهمون داده خوب بوده، راضی بودیم، یا اینکه نه درست کار نکرده، که این در واقع فیدبک هایی که داریم بهش میدیم خودش باعث یادگیری میشه که بدون کدوم منطقی که اجرا کرده، کدوم کدی که بهمون داده خوب بوده، مورد تایید بوده و کدوما نه. اوکی، حالا ازش میخوام که همین کد رو جوری تغییر بده که تعداد دایره ها قطر کوچکترینشون و همینطور اختلاف قطر هر دوتای متوالی از طریق خط فرمان از کاربر خواسته بشه. ببینیم چی بهمون میده. میبینید همون کد قبلی رو شروع میکنه به اصلاح کردنش. احتمالاً اینجاها بله چند خط اضافه کنه و ببینیم اگر این کارو کنیم نتیجه‌ای که میخواستیم رو بهمون میده یا نه. کد قبلی رو پاک میکنم، کد جدید رو پیست میکنم. حالا ببینیم اگر اجراش کنیم، بله تعداد دایره ها دیفالتش 10 تاست، من به جاش میگم این دفعه 15 تا باشه. قطر کوچکترین دایره مثلا دیفالتش رو باز 10 در نظر گرفته، چون تو کد قبلی ما 10 بهش دادیم، ولی این دفعه بگیم 5 باشه. و همینطور اختلافشون باشه مثلا این دفعه 2 میلیمتر. اوکی، دقیقا همون چیزی که میخواستیم. من یه F2 میزنم از کیبوردم که عددهایی رو که بهش دادیم بتونیم ببینیم. گفتیم تعدادش باشه 15 تا، قطر کوچکترینش باشه 5 و فاصله هر کدومشون در واقع اختلاف قطر هر کدوم با بعدی هم 2 میلیمتر باشه. تعدادشون دقیقاً 15 تاست، قطر این رو اگر بگیریم دقیقاً 5 و فاصله‌ش هم الان از این کد تا کد بعدی باید 1 باشه. 1 از این ور، 1 هم از این ور، مجموعاً میشه 2. خیلی خوب شد، یه دستور ساختیم. فقط کاش میشد یه کاریش کنیم که مثل همه دستورهای دیگه مثلا از طریق خط فرمان هم بتونیم اجراش کنیم، یا اصلا بیاید پرامپتی که تو کامند لاین بهمون نشون میده رو هم خودمون کاستومایزش کنیم. این قسمتایی که بین دو تا دابل کوتیشن میبینیدشون، باز دوستانی که با برنامه نویسی آشنا هستن میدونن که به این نوع از داده ها، یعنی در واقع داده های متنی، میگیم استرینگ. من این محدوده رو انتخاب میکنم، به فارسی میخوام بنویسم، میگم تعداد دایره ها رو وارد کن. اینجا به جاش مینویسم قطر کوچکترین دایره رو وارد کن و اینجا هم مینویسم اختلاف قطر هر دایره با دایره بعدی رو وارد کن. حالا اگر این اسکریپت رو دوباره اجرا کنیم، اینجا ازمون میخواد تعداد دایره ها رو وارد کنیم. حالا مثلا قطر کوچکترین دایره رو و اختلافش رو. یه دستور نوشتیم که توضیحاتش هم به زبان فارسیه، ولی تا اینجا فقط اسکریپته. یعنی با این چیزایی که تا اینجا میدونیم حداقل برای اینکه هر دفعه این رو اجرا کنیم باید محیط اسکریپت نویسیمون رو باز کنیم، کدمون رو اینجا وارد کنیم. البته شما میتونید این کد رو سیوش کنید و به جای اینکه هر دفعه متنش رو اینجا وارد کنید، در واقع در قالب یه فایل متنی با فرمت py برای پایتون داشته باشیمش. ولی میخوام یه روشی بهتون بگم که این رو تبدیلش کنیم به یه دکمه از راینو. در واقع مثل هر کدوم دیگه از این دکمه ها یه آیکون اینجا بسازیم براش و هر بار که روی اون آیکون کلیک میکنیم این کامندمون اجرا بشه. خب کاری که من انجام میدم اینه که اینجا رایت کلیک میکنم، نیو تولبار باتن رو انتخاب میکنم. نمیخوایم به این
باتمی که الان داریم ایجاد میکنیم از کامندهای فعلیمون چیزی بدیم، میتونم نیو کامند رو انتخاب کنم یا یه باتن خالی در واقع ایجاد کنم. نکست. تمام ویژگیاش رو، یعنی اینکه آیکونش رو نشون بده یا اسمش رو یا هر دوش رو، میذاریم که از تنظیمات نرم افزارمون به ارث ببره. به این معنی که اگر تو تنظیمات راینو ما تعیین کرده بودیم که همه آیکونا اسمشون هم کنارشون باشه، این رو هم همون کار رو باهاش کنه، و یا اگر مثل دیفالتش تنظیم شده بود که فقط آیکونا رو نشون بده، بازم به همین ترتیب. اوکی. حالا یه آیکون خالی اینجا داریم. چجوری میتونم ادیتش کنم و کدم رو اینجا وارد کنم؟ اگر شما شیفت رو پایین نگه دارید و روی این رایت کلیک کنید، میبینید شیفت رو که پایین نگه دارم از توضیحاتش هم متوجه میشیم. کلیکش میشه موو که ما نمیخوایم مووش کنیم، رایت کلیکش میشه ادیت. حالا اینجا یه قسمتی برای کامند لفت ماوس باتنمون داریم، یه قسمتی برای رایت ماوس باتنمون. یعنی در واقع از اینجا تعیین میکنیم که اگر روی این آیکون کلیک کردیم چه کامندی اجرا بشه، اگر رایت کلیک کردیم چه کامندی اجرا بشه. خب بیاید اینجا همون کدی رو که از چت جی پی تی گرفتیم و اجراش هم کردیم و درست کار کرد پیست کنیم ببینیم چی میشه. حالا انتظار داریم که اگر روش کلیک کنیم کدمون اجرا بشه، ولی این اتفاق نمیفته. دلیلش اینه که این چیزی که ما اینجا اجراش کردیم و درست کار کرد یه کامند راینو نیست، بلکه یه اسکریپت به زبان پایتونه. اگر بخوایم از طریق آیکونا کامندی اجرا بشه، محدودیم فقط به کامندای خود راینو. یعنی مثلا من اینجا میتونم بنویسم که فرضاً وقتی رو این کلیک کردم دستور سرکل اجرا بشه، مبدأش رو 0 در نظر بگیره، قطرش رو 10 در نظر بگیره. همه اینا کامندای راینو هن. پس این کار میکنه. ولی اگر بخوام اسکریپت پایتون رو از این طریق اجرا کنم، روشش چیز دیگه ایه. کاری که باید کنم اینه که اول از طریق کامند edit python script، یعنی همون کامندی که تو خط فرمان نوشتیم تا این دستور اجرا بشه، میخوام edit نه، این دفعه میخوایم رانش کنیم، run python script. این کامند رو باید بنویسم و حالا بین 2 تا پرانتز تمام اون کد پایتونم رو می نویسم. در واقع الان اون کد پایتونمون رو بسته بندیش کردیم توی یه کامند راینو. اون چیزی که الان داره اجرا میشه این کامند راینوه. کامند راینومونم run python script، ولی بعد از اینکه این کامند اجرا بشه تمام این کدایی که توش پیچیدیم در واقع دارن اجرا میشن. الان ببینیم با این وضعیت کار میکنه یا نه. وقتی روش کلیک کنیم یه اتفاق دیگه میفته. دستورمون داره اجرا میشه، دستور run python script، ولی پنجره‌ای داره باز میشه که ازم میخواد یه کد پایتون انتخاب کنم. بهتون گفتم که اینجا میتونیم کدمون رو سیو کنیم با فرمت py و وقتی که شما کامند run python script رو تایپ میکنید یه پنجره‌ای باز میشه که ازتون میخواد اون کد رو انتخاب کنید تا اجراش کنه براتون. یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره. اگر شما قبل از کامندتون یه علامت هایفن بذارید، یه خط فاصله تایپ کنید، آندرلاین نباشه، حواستون باشه، یه دقیقاً منها بذارید. حالا به جای اینکه یه پنجره باز بشه که ازتون بخواد کد رو بهش معرفی کنید، دقیقاً کدی که بین این 2 تا پرانتز نوشتید رو اجرا میکنه. پس الان دیگه انتظار داریم که کدمون درست کار کنه. بله، تعداد دایره ها، نکته خوبی که وجود داره اینه که یه مقدار دیفالت هم برای هر کدوم در نظر گرفته. اگر من اینجا هیچ عددی وارد نکنم و اینتر بزنم یعنی همون 10 رو در نظر میگیره. اینجا هم به همین ترتیب، فاصله شون رو هم اگر هیچی ندم 1 در نظر میگیره. خیلی باحال شد. یه کامنت نوشتیم که کاریو که میخواستیم داره برامون انجام میده
و هیچ زحمت کدنویسی هم به خودمون ندادیم. کدش رو در واقع هوش مصنوعی برامون نوشته. حالا بیایید سعی کنیم یه کم تسکای پیچیده تر ازش بخوایم. شاید این درست زمان بر هست، مثلا یه دونه باید بکشیم، بعد آفستش کنیم و ضمن این که خب وقتی همه مراحل رو دستی داریم وارد میکنیم احتمال خطا هم وجود داره، ولی وقتی که همه کارا رو سپردیم به کدمون و فقط یه مقادیر اولیه رو ما داریم بهش میدیم احتمال خطامون هم خیلی کمتر میشه. پس با وجود اینکه این هم خودش میتونه کاربردی باشه، ولی این دفعه میخوام یه مقدار کار پیچیده تری ازش بخوام. مثلا بیایید ازش بخوایم فرضاً 100 تا نقطه تصادفی بهمون بده که اگر این کارو دستی بخوایم انجام بدیم خیلی کار پیچیده‌ای میشه. هم حداقل 100 بار باید کلیک کنیم، هم اینکه به تصادفی بودنش خیلی اعتباری نیست، چون به هر حال خیلی نمیشه اون 100 تا نقطه‌ای رو که داریم چشمی انتخاب میکنیم تصادفی در نظر بگیریم. پس من ازش میخوام کدی برام بنویسه. این بار بیایید این کار رو با دیپسیک انجام بدیم. البته اینجوری مقایسمون خیلی مقایسه خوبی نمیشه، چون 2 تا کار مختلف رو داریم از هر کدومشون میخوایم، ولی اگر زمانمون اجازه بده من سعی میکنم یه مورد ثابت رو هم با هر دوش امتحان کنیم که نتیجه قابل مقایسه تری بهمون بده. اوکی، من از دیپسیک میخوام کدی به زبان پایتون بنویسه که تو محیط اسکریپت نویسی راینو اجرا بشه و 100 تا نقطه تصادفی برام ایجاد کنه. ببینیم چی بهمون میده. حتی چیزی رو که من الان تو پرامپتی که بهش دادم لحاظ نکرده بودم خودش در نظر گرفته. الان کاری که داره میکنه اینه که توی یه باکسی که ایکسش از منهای 100 تا 100 شروع میشه، وایش هم از منهای 100 تا 100، زدش هم به همین ترتیب. در واقع یه باکسی به طول و عرض و ارتفاع 200 به مرکز مبدأ مختصات اول داره ایجاد میکنه که نقاط رو توی اون محدوده به هم بده. چون ما براش مشخص نکردیم خودش داره این کارو میکنه، ولی میتونیم این رو هم جزو داده هامون ازش بخوایم که توی باکس مشخصی باشه، یا حتی این رو هم از کاربر بخواد. حالا کدمون رو کپی کنیم، دوباره تو محیط اسکریپت نویسی راینو ادیت پایتون اسکریپت کد قبلی رو پاکش میکنم و یا بذارید این رو داشته باشیم یه اسکریپت جدید اینجا میسازم empty اسکریپت و کد جدیدمون رو پیست میکنم. خب بازم اولین نکته‌ای که دیپسیک هم مثل چت جی پی تی در نظر نگرفته بود اینه که کاراکترهای نان اسکی داریم، در واقع کاراکترهای فارسی که میتونیم بهش بگیم مثلا کامنت های کدمون رو هم به زبان انگلیسی بنویسه، یا اینکه بخوایم اولش تعریف کنه که تو این کد از UTF استفاده بشه، نه اینکه فقط از کدای اسکی. بازم من کاری که انجام میدم اینه که دقیقاً متن پیام خطا رو اینجا تایپ میکنه. جواباشون خیلی نزدیک به همه، اشتباههای هر دوشون کاملا شبیه همه و خب راه حلاشون هم به همین ترتیب، توضیحاتی هم که بهتون میدن دقیقاً همینطوره. خب من فعلا با توضیحاتش کاری ندارم، کدی که اصلاح کرده رو کپی میکنم، اینجا دوباره پیستش میکنم، ببینیم نتیجه چی میشه. بله دقیقاً به همون تعدادی که ازش خواستیم، 100 تا پوینت تصادفی تو همون محدوده‌ای که ما ازش نخواسته بودیم تو این محدوده باشه، ولی خب به هر حال نمیتونست این کار رو بکنه. در واقع این
برمیگرده به اون هوشمندیش واقعا که این نقاط تصادفی خیلی عددهای پرت و پلایی نباشن، خیلی دور از هم باشن. قبلش یه محدوده براشون مشخص کرده از منهای 100 تا 100 برای xمون، برای yمون و همینطور برای zمون و نقاط رو توی این فضا ایجادشون کرده. برای اینکه مطمئن بشیم نقاطمون واقعا تصادفی هن. چون الان چیزی که ما داریم میبینیم خیلی پراکندن و به نظر تصادفی میرسن، ولی اگر دوباره اجراش کنم و دقیقا روی همینا پوینت بهم بده معلومه که دیگه تصادفی نیست. یه بار دیگه امتحان کنیم. پس بیاید قبلش کدمون رو اینجوری تغییر بدیم، فیدبک بهش بدیم که خوب بود و ازش بخوایم بعد از اینکه نقاط رو ایجاد کردی با یه رنگ تصادفی رنگ آمیزیشون کن. میبینید از اینجا به بعد دیگه این رو خودش از قبل یادش هست که چون از کاراکترهای فارسی داره استفاده میکنه بگه که کدینگمون از نوع UTF-8 باشه، یعنی خطاهای قبلی رو دیگه دوباره تکرار نمیکنه. اوکی. منظورمون رو بعد متوجه شد. هر کدومش رو یه رنگ کرده، در حالی که من منظورم این بود که همه نقاطی که الان ایجاد کرده یه رنگ بشن، دفعه بعدی که نقطه ایجاد کرد یه رنگ دیگه بشه که اینجوری بتونیم مقایسه شون کنیم. خب اوکی، جایی که منظورمون رو خوب متوجه نشده میتونیم براش شفافترش کنیم، بگیم که این کد هر کدوم از نقاط رو یه رنگ جداگونه کرده. تمام نقاط هم رنگ باشن ولی با یه رنگ تصادفی. قبلی ها رو همه رو دیلیت میکنم، همینطور کدمون رو، کد جدیدی رو که بهمون داده اجرا کنیم. بله این دفعه همشون شدن یه رنگ. حالا اگر دوباره این کد رو اجرا کنیم انتظار داریم که همین اتفاق بیفته، یعنی تو اون محدوده‌ای که خودش تعریف کرده تو بازه منهای 100 تا 100 برای هر سه راستای x و y و zمون نقاط متفاوت با این نقاط فعلی ایجاد کنه و با یه رنگ دیگه مشخصشون کنه. دقیقا هم همین اتفاق میفته. میتونیم برای اینکه بهتر ببینیمشون از تنظیمات ویومون برای دیسپلی مود شیدد بگیم که پوینت ها سایزشون بزرگتر باشه. مثلا من میذارم روی 5 که کاملا مشخص باشه. به همین ترتیب هر بار که اجراش کنیم دقیقاً نقاط جدیدی بهمون میده تو همون بازه قبلی، تو همون محدوده قبلی، ولی کاملا تصادفی هن و هر بار هم با یه رنگ مشخصشون میکنه. مثلا من اگر بخوام تمام نقاطی که به همراه این نقطه با هم جنریت شدن رو انتخاب کنم میتونم از دستور سل کالر براش استفاده کنم. میتونستم تو پرامپتی که به دیپسیک دادم ازش بخوام بعد از اینکه نقاط رو جنریت کرد و یه رنگ تصادفی بهشون داد گروپشون هم کنه. الان صرفا داریم بررسی میکنیم که چی کارا میتونیم باش بکنیم و چه نوع
خواسته هایی میتونیم ازش داشته باشیم. مثلا بیایید برای این که امتحان کنیم و مطمئن بشیم که جواب به درد بخوری احتمالاً ازش نمیگیریم، یه چیز یکم دور از ذهن‌تری ازش بخوایم. مثلا من ازش میخوام که یه کدی بهم بده که شکل سه‌بعدی یه موس رو برام مدل کنه، ببینیم چی بهمون میده. حتی میتونیم این دفعه برای اینکه مطمئن بشیم از در واقع منطقی ترین حالت این مدل زبانیمون داریم استفاده میکنیم، از حالت دیپ تینکش استفاده کنیم. حالا کدی بنویس. بچه دیپسیک مثل چت جی پی تی حافظه بلند مدت نداره. هر بار که شما چت جدیدی باز میکنید فقط همون چتتون رو به ذهن میسپاره، ولی خود همین خب میتونه کمک کننده باشه برامون. یعنی اینکه الان اگر بگم حالا کدی بنویس که اینجوری، میدونه که تو چه کانتکستی داریم باش صحبت میکنیم، میدونه که کدمون باید به زبون پایتون باشه، میدونه که قراره تو محیط اسکریپت نویسی راینا اجرا بشه، بنابراین این توضیحات رو دیگه نیازی نیست بهش بدم. ولی در مورد چت جی پی تی شما میتونید از مموریش استفاده کنید و حتی خودتون بهش بگید اگر زیاد استفاده میکنید، مثل من که من حتما پیشنهاد میکنم این کارو کنید، یه سری نکته ها رو بهش بگید. مثلا بهش بگید که فرضاً برای اینکه امتحان کنیم اسم من اینه، یادت باشه، اینو یادت بمونه. همونجا مینویسه memory updated و اسم شما رو به ذهنش میسپاره. تو مکالمات بعدیتون هر جا که لازم بشه به اسم صداتون میکنه. مثال گفتم اینو. حالا شما میتونید بهش بگید که من هر وقت ازت خواستم کدی برام بنویسی، منظورم اینه که کدی به زبان پایتون باشه که قرار فرضاً تو راینا اجرا بشه، اینم به حافظت بسپار. و شما میتونید لیست تمام اون چیزایی رو که به حافظش سپرده از تنظیماتش ببینید و هر کدوم رو که خواستید یادش بره پاکش کنید، یا ازش بخواید که مثلا این نکته‌ای که در مورد کد بهت گفتم رو فراموشش کن، از حافظت پاکش کن. ولی خب دیپسیک این حافظه طولانی مدت رو نداره. با این حال همین حافظه‌ای که مربوط به هر کدوم از چت‌های جدیدیه که باز می‌کنیم خودش این مزیت رو برامون داره که دیگه نیاز به توضیح خیلی نکته‌های تکراری براش نداریم. خب حالا من ازش میخوام کدی بنویسه که یه مدل سه‌بعدی ماوس کامپیوتر رو برام ایجاد کنه. ببینیم میپذیره که نمیتونه این کارو کنه یا یه چیزی بهمون میده که احتمالاً یا نتیجه نمیده یا نتیجه‌ای شبیه به چیزی که در نظر داشتیم نمیده. نکته باحالی که این وسط وجود داره، هم تو چت جی پی تی 2 فکر میکنم این رو داریم و هم توی حالت دیپسیک فکر کردنش رو هم شما اینجا میتونید ببینید. من ازش خواستم که این کارو کنه و حالا داره تحلیل میکنه که خب ازم چنین چیزی خواسته، پس من باید این موارد رو لحاظ کنم، این کارو کنم. این قسمتی که با رنگ خاکستری میبینید اون مراحل تینکینگشه، اون در واقع فکراییه که پشت این نتیجه وجود داره و نتیجهش هم میشه این چیزی که داریم میبینیم. ایجاد یک مدل سه‌بعدی دقیق از ماوس کامپیوتر نیاز به مدل سازی پیچیده دارد. الان احتمالاً چیزی که در نظر گرفته اینه که یه فرم خیلی ساده شده از یه ماوس رو برامون ایجاد کنه. ببینیم همین کارم میتونه انجام بده یا نه. خب کدش تموم شد، من کپی میکنم. یه اسکریپت جدید ایجاد کنیم، کد رو پیست کنیم. بله. خب احتمالاً چیزی که در نظر داشته کمی پیچیده تر از اینا بوده، ولی یه بخشیش اجرا نشده. بذارید باز متن پیام خطامون رو بهش منتقل کنیم. البته برای این نیازی نبود دیگه،
خیلی هم حالا عمیق به فکر وادارش کنیم، رو حالت نرمالش هم باید متوجه ایرادش میشد. خب دوستان تا اینجا اگر احتمالاً سوالی هم دارید من در خدمتتون هستم، بفرمایید. در مورد کدا توضیح دادم بهتون که چون یه بار بهش گفتیم که کدمون این ایراد رو داره، دفعه‌های بعدی خودش در نظر میگیره. البته تو دیپسیک اگر چت جدیدی باز کنید اتفاقی که میفته اینه که باز دوباره ممکنه همون خطا تکرار بشه، چون عرض کردم که دیپسیک حافظه بلند مدت به اون معنی که چت جی پی تی داره نداره، ولی تو اون چتی که در حال حاضر توش هستیم چون یه بار این ارور رو داده و بهش گفتیم و اصلاحش کرده دیگه تکرارش نمیکنه. شکل آیکون رو هم میتونید توی راینوی 8 که فرمت آیکونامون وکتور هست میتونید فایل svg ایمپورت کنید و تو ورژن‌های قبلی هم میتونید فایل png ایمپورت کنید. اگر هم هیچ کدوم از این دوتا رو نخواستید میتونید خودتون اینجا براش طراحی کنید. نه به نظر میاد نداریم، ولی مثلا چون با پایتون کد نوشتیم من یه پی وای اینجا می نویسم. حالا بهترین کار اینه که براش طراحی کنید به جای اینکه از ادیتور خودش استفاده کنید که خیلی امکانات اولیه و محدودی داره. اون شکل آیکونتون رو توی یه نرم افزار وکتور بیس مثل ایلاستریتور طراحی کنید و بعد اینجا ایمپورتش کنید و خب بهتره این رو هم لحاظ کنید که برای حالت دارکش یه آیکون داشته باشید که خانه باشه توی زمینه تیره، برای حالت لایتش هم یه آیکون دیگه، یا اینکه جوری طراحی کنید که رو هر دوتا مودش به خوبی جواب بده. دیگه سوال دوستان؟ چقدر کمیم امروز، بیشتر از اینا انتظار داشتم باشید. خب اوکی، برگردیم به دیپسیک ببینیم کدمون رو چجوری اصلاح کرد. خب همچنان ایراد داره، یه ایراد دیگه است، ولی از اونجایی که تسک پیچیده ای ازش خواستیم تقریبا طبیعی این موضوع و البته تسکی که الگوی مشخصی رو دنبال نمیکنه. اگر یه تسک خیلی پیچیده ازش میخواستیم ولی ساختار مسئلهمون الگوریتمیک بود، مثلا یه مسئله پیچیده ریاضی رو ازش بخواید حل کنه یا یه چیزی که خیلی همه مراحلش الگوریتمش کاملا مشخصه هرچند پیچیده باشه ازش بخوایم انجام بده، احتمالاً به ایرادات کمتری برمیخوریم. ولی کن از اونجایی که الان اول باید تحلیل کنه که خب موس سه‌بعدی چه شکلی میشه، بعد بیاد ترجمهش کنه به دستورهای راینو، بعد از طریق یه کد پایتون بخواد بنویسدش، اولا تو بهترین حالتش هم که بدون عیب و ایراد کدمون اجرا بشه بعید میدونم فرم به درد بخور و چشمگیری بهمون بده. با این حال این آمادگی رو داشته باشید که ارورایی از این دست هم باهاش احتمالاً برخورد کنید. حالا میتونیم پاپیچش بشیم، هی ارورا رو بهش منتقل کنیم، هی اصلاحش کنه تا نهایتاً به نتیجه خوبی برسیم یا حداقل به یه نتیجه بدون ایراد برسیم، ببینیم نهایتاً فرمی که برامون در نظر گرفته چه شکلیه. من دوباره این پیام خطای جدیدی که داده رو براش میفرستم. بله این هم همون مشکلی بود که دوست داشتم اتفاق نیفته تو جلسه امروزمون، ولی الان دقیقا میبینید که میگه سرور بیزیه. بیاید یه بار همین خواسته رو از چت جی پی تی داشته باشیم ببینیم چی بهمون میده. من همین متن رو دقیقا کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم.
کدمون تموم شد، کپیش کنیم. خب این حداقل ارور در واقع سینتکسی نداشت، به این معنی که خود کدمون جایش ایراد داشته باشه. کدمون اجرا شد ولی احتمالاً این غلطک ماسمونه. بازم به نظرم بامزه بود. این غلطک ماسمونه چون تو کدش هم یه جایی چیزی در مورد ویل گفته بود. بله، که مرکزش این نقطه باشه. تو فضای سه‌بعدی تحلیل کرده که اینوری باشه غلطکمون و این که شعاعش 2 باشه، ولی دیگه به این فکر نکرده که این باید اینوری باشه و احتمالاً شعاعش کمی باید بزرگتر باشه. و خود ماسمون هم احتمالاً چیزی که براش در نظر گرفته این نمای جانب بوده و خب نمای تاپمون هم باز چیز خوبی نمیشه. با این حال بدونید که اگر خواسته هایی از این دست که هم کلا ماهیت مسئلهمون الگوریتمیک نیست داشته باشیم ازش و هم اینکه روشن نبود، ما حتی بهش نگفتیم چه مدل موسی. اگر شاید مثلا میگفتم یه مدل خاصی از ماوس اپل رو یا مایکروسافت رو، باز اونجوری چیزی قابل قبول تر برام جنریت میکرد، چون احتمالاً سرچ میکرد، عکساشو آنالیز میکرد. ولی این پرامپت رو من از این نظر مطرح کردم که بازه خواسته هامون منطقی تر بشه، بدونیم چه نوع تسکایی رو از طریق کلن کد نویسی و اسکریپت نویسی پایتون میتونیم اجرا کنیم که خب اگر اون خواستمون رو درست مطرح کنیم معمولا جواب خوبی هم میتونیم از هوش مصنوعی بگیریم. تا اینجا متوجه شدیم یه نوعی از تسکایی که از طریق کد نویسی و از طریق هوش مصنوعی میتونیم از راینو بگیریم مواردی هستن که یه الگوریتمی مثل چیزایی که تا الان امتحان کردیم میتونه پشتشون وجود داشته باشه و در واقع یه الگوی تکرار شونده میتونیم بگیم دارن. نوع دیگه یه چیزایی که میتونیم ازش بخوایم فرماییه که خود فرممون بر اساس یه معادله ریاضی مثلا میتونه ایجاد شده باشه. مثلا اینجا تو این صفحه که من لینکش رو میفرستم براتون یه لیستی از کروا رو تو این صفحه ویکیپدیا میبینیم که خب کروای معروف ریاضیات هستن، در واقع کروایی هستن که نمودار یه معادله ریاضی هستن. مثلا از این لیستی که اینجا داریم من میخوام از هوش مصنوعی بخوام کدی برام بنویسه که این کرو رو، باترفلای کرو رو برام تولید کنه. پس اینجا بهش میگم کدی بنویس که باترفلای کرو رو تو محیط راینو تولید کنه. چه کد مختصر مفیدی هم شد. ببینیم درست کار میکنه. ماوسمون هم پاکش کنیم. خب ظاهرا درست کار کرد، حداقل شبیه به اون چیزی شد که رو وب دیده بودیم قبلا، ولی میتونیم این اختلافش رو هم توضیح بدیم دقیقا با همون ادبیات خودمون. یعنی نیاز نیست که حالا با ادبیات تخصصی بخوایم باش صحبت کنیم. پس من بهش میگم کدی که دادی درست کار کرد، ولی باترفلای کروی که من روی وب دیده بودم متفاوت بود. دقیقا همینطور که داریم برای یه آدم فارسی زبون دیگه توضیح میدیم کافیه براش توضیح بدیم. چند تا کرو کنار هم بود.
ولی چیزی که کد تو ایجاد کرد فقط یک کرو. ببینیم چجوری اصلاحش میکنه. باز میبینید رو کد قبلی داره میره. این خیلی نکته کمک کننده ای میتونه باشه اگر خودتون دارید کد نویسی کار میکنید که دقیقاً ببینید کجاها رو ثابت نگه میداره و کجاها رو داره تغییرشون میده. البته من حدس میزنم که درست متوجه منظورمون نشد. با توضیحاتی که داد احتمالاً میخواد چند تا از همین کنار هم جنریت کنه. ببینیم چی میشه. بله. خب تو ورژن فریش پلن در واقع رایگان چت جی پی تی محدودیت داریم برای آپلود کردن عکس، ولی اگر احتمالاً دارید از پلن پلاس یا پرو چت جی پی تی استفاده میکنید میتونید دقیقاً عکس اون چیزی که میخواید براش بفرستید. الان ببینم میتونیم یا بیاید کلک بزنیم برای اینکه اون محدودیت آپلود کردن عکسمون رو دور بزنیم. بگم که خودت گوگل کن نمونه های باترفلای کرو رو ببین، آنالیز کن، دوباره کدت رو اصلاح کن. الان اینجا میبینید اول رو وب سرچ میکنه تو این منابعی که مشخص کرد. حالا ببینیم کدی که جدید بهمون میده کار میکنه یا نه. خب چه عجیب که اون ایراد تکراری نان اسکی کاراکترز رو داره باز بهمون میده. همینو من خودم دستی اول کدمون اضافه میکنم. نه هیچ فرقی نکرد. ببینیم اگر همین خواسته رو از دیپسیک داشته باشیم چی بهمون میده. باز دقیقا برای اینکه مقایسه اصولی تری بشه من حتی پرامپتم رو هم تغییر نمیدم، یعنی دقیقا همون چیزی رو که به چت جی پی تی دادم به دیپسیک هم میدم، اگه البته سرورمون بیزی نباشه. میتونستم دیپ تینک هم غیر فعال کنم. توی این فاصله یه کاری هم اینجا انجام بدیم شاید کمک کنه به درست شدنش. من فکر میکنم دلیل این که نتیجه این کدمون این شکلی شده در حالی که نمونه هایی که رو وب میبینیم این شکلی هستن مربوط به دامنه تابعمون میشه. از یه بازه مشخصی اگر ورودی ها رو انتخاب کنیم من فکر میکنم جوری انتخاب کرده دامنه ورودی های تابعمون رو که فقط یه دونه از اینا رو بده، چون اینجا رو اگه دقت کنید اینا به هم نرسیدن. انگار که اگر دامنمون رو بزرگتر کنیم یعنی ورودی بعدی رو که بدیم این اینجوری ادامه پیدا میکنه و همینطور هر چقدر که تعدادشون بیشتر بشه خروجی های بعدی، اون نقاط بعدی که توی این فضا داره برامون ایجاد میشه که در واقع ادامه کرومون رو میسازن روی این قرار نمیگیره و بعدیا در کنارش ایجاد میشن. بیاید خودمون کمکش کنیم.
خب تا الان تمام جوابایی که چت جی پی تی داشت بهمون میداد با نسخه 4o بودن، ولی از اونجایی که ما داریم از پلن رایگانش استفاده میکنیم این 4o محدودیت تعداد در روز داره، یعنی من تا ساعت 10:08 دیگه از این ورژن چت جی پی تی نمیتونم استفاده کنم. از اینجا به بعد احتمالاً، البته توی شاید کمی مسائل پیچیده تر تفاوتش محسوس باشه، ولی از اینجا به بعد هر جوابی که داره بهمون میده با نسخه 3.5 چت جی پی تی داره جنریت میشه، پس احتمالاً کمی سطح کیفیت جوابامون افت کنه. اوکی، ببینیم با این راهنمایی که خودمون بهش کردیم نتیجه بهتری میتونیم ازش بگیریم. کدمون رو من کپی نکرده بودم. بله، پس ایراد رو درست تشخیص دادیم، ولی یه چیزی هم که قبلا خواسته بودیم خودش هنوز تو کدش اعمال کرده بود، یعنی چند تا تکرارش کرده بود. با این حال با این چیزی که بهش گفتیم که دامنه تابعمون رو تغییر بده، میبینید که نتیجهش شد همون چیزی که میخواستیم. و حالا خب باید یا خودمون پیداش کنیم که کجا تکرارش کرده، از کدمون حذف کنیم، یا اینکه بهش توضیح بدیم که دیگه نیازی نیست چند تا کنار هم تکرارش کنیم. ببینیم چیزی که دیپسیک بهمون میده مستقیما همون چیزی که انتظار داریم هست یا اینکه نیاز باز تغییرش بدیم. بله، تو این مورد به نظر میاد دیپسیک بهتر کار کرد. باز میبینید هنوز از قبل یه چیزایی رو در نظر میگیره، چیزایی که ما ازش نخواستیم، که مثلا رنگ‌آمیزیش هم کنه. ببینیم یه دونه دیگه اگر بسازه با یه رنگ دیگه رنگش میکنه. نه. و حتی یه کار باحال‌تر هم که به نظر میاد انجام میده اینه که چه خوب با وجود اینکه اصلا ما ازش همچین چیزی نخواستیم، به محض اینکه آبجکتمون رو جنریت میکنه زوم اکستند هم میکنه، یعنی هر جای فضای سه‌بعدی که باشیم میبینید نمامون رو زوم میکنه روی اون آبجکتی که برامون ایجاد کرده. اوکی، پس تا اینجا به نظر میاد که هیچ کدومش رو نمیتونیم مطلقاً بگیم از اون یکی بهتره. تو بعضی موارد چت جی پی تی بهتر جواب میده، تو بعضی موارد دیپسیک. و آخرین چیزی که امروز میخوام امتحان کنیم، البته یه نگاه کوچولی به گراس‌هاپر هم میندازیم، چون فرایند کلی همین هست توی گراس‌هاپر هم، پس دیگه دقیقاً همه این موارد رو تکرار نمی‌کنم، فقط یه نمونه رو سعی می‌کنیم تو گراس‌هاپر هم با هم انجام بدیم. آخرین چیزی که میخوام با هوش مصنوعی جنریتش کنیم باز هم یکی از این کروای ریاضیه که شاید خیلیامون مستقیم ندیده باشیمش و در موردش اطلاعی نداشته باشیم، ولی اسم و حواشیش رو، اثر پروانه ای رو حتما شنیدید که در واقع یه جور دیگه خیلی‌ها تعبیرش کردن، ولی در واقع اون اسم پروانه از اینجا میاد که این نمودار یه معادله توی سیستمای آشوبناک، اگر خواستید گوگل کنید، که به اسم لورنس اترکتور میشناسیمش یا جاذب لورنس، و این در واقع 3 تا متغیر داره که اون 3 تا متغیر رو اگر هر کدومش رو نتیجه اون 3 تا متغیر رو x و y و z در نظر بگیریم تو فضای سه‌بعدی، نمودارش چیزی به این شکل خواهد شد. خب پس حالا اگر معادلات ریاضیش رو هم خواستید ببینید تو این صفحه که من لینکش رو براتون میذارم میتونید خیلی مفصل تر ببینید. خب حالا بیایید ازش بخوایم که ببینیم که چت جی پی تی 3.5 چجوری بهمون جواب میده. چون یه چت جدید باز کردم، در واقع مجبور شدیم که چت جدید باز کنیم، بعد نیست تاکید کنیم که کدمون به چه زبانی و برای چه پلتفرمی قرار نوشته بشه.
کدی بنویس به زبان پایتون که تو راینو بتونم اجراش کنم و یه نمودار جاذب لورنس ایجاد کنم. خب چون میدونیم از قبل که به این کاراکترهای فارسیمون ایراد میگیره، من ازش میخوام که کامنت های کد رو هم به زبان انگلیسی بنویسه. این داره از یک کتابخونه استفاده میکنه که از این ایرادات زیاد ممکنه که بر بخورید بهش. از کتابخونه نامپای داره استفاده میکنه که به صورت پیش‌فرض توی در واقع لایبرری‌های پایتون راینو نیست، یا اینکه بله اینجا ایمپورتش هم خواسته کنه ولی که توی محیط اسکریپت نویسی پایتون به این کتابخونه ها دسترسی نداره. پس من متن پیام خطا رو بهش میدم، ببینیم به جاش یا از خود در واقع دستورهای نیتیو پایتون استفاده میکنه یا اینکه ابزار دیگه رو جایگزینش میکنه. ازمون خواسته که این پکیج رو نصب کنیم. دوستانی که ویدیوی قبلی رو دیدن که نصب کردن پلاگین های پکیج منیجر از طریق یک رو توضیح دادم بهتون، گفتم که این یک دقیقاً شبیه به پیپ پایتون کار میکنه. اینجا ازمون خواسته که اول نامپای رو خودمون نصب کنیم با دستور پیپ. میبینید ساختارش هم کاملا مشابه یک راینو هست، در واقع یک راینو کاملا شبیه پیپ پایتونه. بیاید امتحان کنیم. من از طریق کامند لاین، کامند پرامپت ویندوزمون، چون من قبلا پایتون رو نصب کردم رو سیستممون، می نویسم پیپ اینستال نامپای. ولی مطمئن نیستم که اگر این کتابخونه رو نصب کنیم باعث میشه که راینو هم بشناسدش یا نه. اوکی، نامپای نصب شد. دوباره کدمون رو اجرا کنیم. بله همچنان همون ایراد رو میگیره. خب چیکار کنیم؟ بهش بگیم از ماژول نامپای استفاده نکن، به جاش از ابزارهای خود پایتون استفاده کن. چه عجیب، فکر نمی‌کردم اینقدر چیز عجیب و پیچیده‌ای باشه. انتظار داشتم چون یه سری دستورهای اولیه ریاضیه. و البته اینم در نظر بگیریم که دیگه الان از نسخه 4 چت جی پی تی استفاده نمی کنیم، به جاش داریم از یه ورژن کمی ضعیفترش استفاده می کنیم. یه راهش اینه که صبر کنیم تا 10 و 8 دقیقه دوباره با چت جی پی تی 4 این کارو کنیم، یا یه بار دیپسیک هم امتحان کنیم. بله من فکر میکنم دلیلش دقیقاً همین نکته‌ایه که عرض کردم، از
ورژن چت جی پی تی مونه. اوکی، ببینیم دیپسیک چی بهمون میده. دقیقا همون پرامپتیو که به چت جی پی تی دادم. برای اینکه حافظه قبلیش هم پاک بشه و رنگش نکنه و کارهای اضافه روش انجام نده، یه چت جدید باز میکنم، پرامپتامو وارد میکنم. خب میشه یه آبجکت رو ساخت و تمام مراحل اون رو به عنوان اسکریپت اجرا کرد؟ خیر. یه بخشیش رو میتونید شما این کارو کنید، یه بخش زیادیش رو هم نه. این چیزی که شما در نظر دارید به نوعی شبیه به اکشنای فتوشاپ مد نظرتونه که شما یه کارایی رو پشت سر هم تکرار کنید، ضبطشون کنید و دوباره همون کارا رو از خود نرم افزار بخواید که تکرار کنه. این کار رو به نوعی میتونید انجام بدید، ولی نه به این ترتیب که مثلا هیستوری کامندتون رو کپی کنید و دوباره همین رو پیست کنید و اجرا بشه. ولی مثلا فرض کنید آبجکتتون رو به این ترتیب ساختید که یه دایره کشیدید، اکسترودش کردید، بعد نماتون رو تغییر دادید به یه زاویه دیگه، از این نما یه کرو دیگه کشیدید، اسپلیتش کردید. این رو میتونید به صورت یه مکرو بنویسید. چون هر کاری که شما توی راینو انجام میدید در واقع دارید یه سری دستور رو اجرا میکنید و همه دستورامون از طریق مکروها در واقع دارن اجرا میشن. پس زمانی که دایره میکشم چه مکرویی داره اجرا میشه؟ مکروی سرکل. فرقی نداره من تو خط فرمان بنویسمش، روی آیکونش کلیک کنم یا از طریق منوها این کارو کنم. اگر این کارو میخواید کنید، به جای پنجره ادیت پایتون اسکریپت پنجره مکرو ادیتور رو باز کنید و مکروهاتون رو اینجا بنویسید. ولی همه کارا باید در قالب مکرو بگنجن تا بتونیم در واقع اینجوری ضبطشون کنیم و بعد دوباره تکرارش کنیم. یعنی اگر من دستور سرکل رو اینجا اجرا میکنم، مرکزش رو باید همینجا تعیین کنم 0، شعاعش رو تعیین کنم مثلا 5، انتر. حالا تو راینا اگر این کارو کنیم، این دایره رو بکشیم، بعدش باید انتخابش کنیم و اکسترودش کنیم. خب الان اینجا چجوری انتخابش کنم؟ میتونم از دستور سل لست استفاده کنم، یعنی آخرین آبجکتی رو که ایجاد کردی انتخابش کن. تا اینجای کار یه دایره برام میکشه، انتخابش میکنه. حالا میتونم دستور اکسترود رو اجرا کنم. اکسترود رو که اجرا کنیم چیا ازمون میخواد؟ یه بار تا اینجا انجامش بدیم. ازمون یه دیستنس میخواد. مثلا فکر کن 20 واحد میخوایم اکسترودش کنیم. پس میگم آپشن کپ هم یس باشه و 20 واحد هم اکسترودش کنه. تا اینجا یه دایره برام میکشه، انتخابش میکنه، به اندازه 20 واحد اکسترودش میکنه. کپ رو چرا لحاظ نکرد؟ حالا روال کلی به این ترتیبه. ولی اینجوری که شما یا مثلا دکمه ضبط داشته باشید، بزنید هر کاری که تکرار کردید هر کاری که انجام دادید رو به حافظه بسپاره و بعدا ازش بخواید دوباره همین مراحل رو دقیقا انجام بده، خیر، این کار نمیتونیم کنیم. خب ببینیم چه کدی ایجاد کرد برامون. ای وای، چون تو چیز جدید نوشتیم. خب من کامنت ها رو خودم
دستی پاکشون میکنم که این مشکلمون فعلا برطرف بشه. این پیام خطاش هم میذارم خالی باشه اگر که درست کار نکنه. خب پس تو این مورد به نظر میاد که دیپسیک بهتر کار کرد. خیلی خوب. حالا فقط برای اینکه یه بار امتحانش کرده باشیم، البته باز میتونیم ازش بخوایم که اصلاحش کنه، چون اینجا به نظر میاد که یه پالیلاین اون نقاط خروجی تابعمون رو به هم وصل کرده. در واقع جواب هر کدوم از ورودی‌های مختلفی که بهش میدیم میشن یکی از این نقاط. حالا کاری که دیپسیک انجام داده اینه که اینا رو با یه پالیلاین به هم وصلشون کرده، ولی اگر ازش میخواستیم با مثلا دستور اینترپولیت کرو این کار رو انجام بده، کرو نرمتری بهمون میداد. خب حالا صرفا برای اینکه یه نمونه از گراسهاپر رو هم امتحان کرده باشیم، دقیقاً فرایندی مشابه همین کاری که انجام دادیم رو از طریق گراسهاپر هم میتونیم انجام بدیم. در جواب دوستی که پرسیده بودن برای یادگیری گراسهاپر، فکر کنم تا اینجای کار، کما اینکه خیلی از دوستان از قبل هم میدونستن، دوستانی که شاید بیشتر پیگیر اخبار فناوری و هوش مصنوعی هستن، و در جواب این دوستمون میگم که شما فکر کنید یه معلم حرفه‌ای گراسهاپر دارید که 24 ساعته در اختیارتونه و هر چی که خواستین در موردش بپرسید ازش. مثلا اگر میخواید یه الگوریتم خاصی رو تو ذهنتون هست که اجرا کنید، میتونید اول خب با دانسته‌های خودتون شروع کنید به انجام دادنش. هر جا که به مشکل خوردید بهش بگید این کارو کردم، چنین جوابی بهم داده، یا میخوام چنین کاری کنم، مثلا از کجا شروع کنم، چه کامپوننتایی رو استفاده کنم، چه ورودیایی بهش بدم. این برای زمانی که شما خودتون میخواید الگوریتم ایجاد کنید و دیفینیشنتون رو بنویسید و در واقع چت جی پی تی یا هر مدل زبانی دیگه‌ای داره راهنماییتون میکنه که چی کار کنید. ولی روش دیگه هم اینه که خب ازش بخوایم کد بنویسه برامون. مثلا بیایم حالا که تو این مورد دیپسیک بهتر جواب داد بهمون، ازش بخوایم اولا یکم تشویقش کنیم که فیدبک خوب بهش داده باشیم. بگیم به جای اینکه خط شکسته باشه، یه منحنی نرم درجه 3 بهمون بده و بعدش ازش میخوام همین کد رو جوری تغییر بده که من بتونم توی گراسهاپر ازش استفاده کنم. یا توی این فاصله کدمون رو یکی دیگه از کدایی که قبلا جنریت کرده بودیم رو بگیم که جوری در واقع نوشته بشه که توی گراسهاپر بتونیم ازش استفاده کنیم و از قابلیت پارامتریک بودن گراسهاپر هم این وسط استفاده کنیم. مثلا من میخوام اون کدی که نقاط تصادفی برامون جنریت میکرد رو بیارمش توی گراسهاپر، ولی تعداد نقاط رو یا مثلا اون باکسی که نقاط رو توش ایجاد میکنه رو به صورت پارامتریک براش تعریف کنیم. پس پرامپتم رو اینجوری مینویسم، میگم کدی به زبان پایتون بنویس که تو محیط اسکریپت نویسی گراسهاپر قابل اجرا باشه. فقط چون توی گراسهاپر ما 2 تا کامپوننت برای کد نوشتن با پایتون داریم، یه پایتون 3 داریم و یه آیرون پایتون 2 داریم. این آیرون پایتون 2 در واقع نسخه دات نتی همون پایتونه. پس تو جزئیات با هم متفاوتن. خوبه از اینجا براش تعیین کنیم که با کدوم یکی از این 2 تا قرار اجرا بشه کدمون. از طریق کامپوننت پایتون 3 این کد قرار تعدادی نقطه تصادفی
توی مکعبی به طول و عرض و ارتفاع مشخص ایجاد کنه. تعداد نقطه ها از طریق ورودی A دریافت بشه و عدد طول و عرض و ارتفاع مکعب از طریق ورودی B. همینطور نقاط رو از خروجی C تحویل بده. ببینیم چی بهمون میده. تو گراسهاپر اول یک کامپوننت پایتون 3 آوردم، روش دابل کلیک میکنم تا وارد محیط کد نویسیمون بشیم. کدمو وارد میکنم. خب اولین ایرادی که داره میگیره اینه که چیزی به اسم A نداریم. خب چون ورودیاش رو ما هنوز تغییر ندادیم، همون دیفالتش یعنی X و Y رو داریم استفاده میکنیم. من این رو اسمش رو تغییر میدم به A، این هم بشه B. خروجیمون هم گفتیم نقطه ها رو از طریق خروجی B بهمون بده. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که نوع دیتایی که به این دوتا میدیم هم مهمه. از چه نوعی هن؟ گفتیم تعداد نقاط رو از این طریق بگیره. تعداد نقاط یه عدد صحیحه، نمیتونیم بگیم مثلا 2.5 نقطه. پس از اینجا تایپ هینت رو روی اینتجر میذارم، عدد صحیح. در مورد طول و عرض و ارتفاع ولی میتونم عدد اعشار بدم، بگم مثلا طولش باشه 20.5. پس تایپ هینت این رو روی فلوت میذارم. حالا ببینیم، بازم ظاهرا کدمون مشکل داره. بذاریم ببینیم اگر که ورودی ها رو بهش بدیم. مثلا برای تعداد نقاط من یه اسلایدر از 1 تا 100 میارم که دیفالتش باشه 50. برای این هم طول ضلعمونم میگم از 10 تا 100 با 2 تا رقم دقت اعشار بتونیم بهش عدد بدیم. خب ورودیامون الان درسته ولی دستورمون کار نمیکنه، کدمون کار نمیکنه. این بار ارورا رو از این بالون قرمز رنگی که اینجا میبینیم میتونیم کپیشون کنیم، ببینیمشون و کپیشون کنیم و مثل روال قبلی ارورمون رو بفرستیم براش ببینیم چطور اصلاحش میکنیم. دیگه چت جی پی تی 3.5 مون داره واقعا خنگازی در میاره. بله خب الان از اینجا میتونیم تعداد نقاطمون رو و از اینجا هم ابعاد اون باکسی که توش به نظر میاد این درست کار نمیکنه. آره خب ورودی بیمون به نظر میاد به جای اینکه طول اون باکسمون رو تغییر بده داره یه چیز دیگر رو، در واقع سیدمون رو تغییر میده. اگه بخوام توضیح بهتون بدم که سید چی کار میکنه توی اعداد تصادفی،
توی کامپیوتر در واقع ما عدد تصادفی نداریم. با وجود این که مثلا تو خود گراس‌هاپر حتی ما کامپوننتی داریم که ظاهرا قراره برامون عددهای تصادفی تولید کنه، ولی اگر به این کامپوننتمون هر بار ورودی‌های یکسانی بدیم دقیقاً همون خروجی قبلی رو بهمون میده، پس نمیتونیم بگیم تصادفیه. حالا این وسط برای اینکه تصادفی تر بشه در واقع به این میگیم شبه تصادفی، سودو رندوم. برای اینکه واقعاً تصادفی بشه تو کدمون به یه متغیر دیگه هم وابسته میکنیم این اعدادمون رو که بهش میگیم سید. مثلا اگر من بگم با کامپوننت رندوم رنجمون بذاریم همون دیفالت خودش باشه یا این رو هم تغییر میدم، بگم از منهای 100 تا 100 باشه رنجمون. تعدادش مثلا 5 تا باشه، 5 تا عدد تصادفی برامون تولید کنه و سیدم رو از 1 تا 100 میذارم. الان میبینید این 5 تا عدد تصادفی با تغییر سید تغییر میکنه، میشن 5 تا عدد تصادفی دیگه. حالا خیلی جاها که این سید رو ما دستی نمیدیم به در واقع ورودیای اون تابعمون، خود تابع برای اینکه تصادفی تر باشه از یه المان دیگه میگیره که چیز ثابتی نیست، از یه متغیر محیطی میگیره، مثلا از تایم سیستمتون میگیره. تایم سیستم هیچ وقت یه عدد یکسان نیست، هر ثانیه که بگذره یه عدد جدید میشه، بنابراین هر بار که شما جنریت کنید یه عدد متفاوت بهتون میده. اینجا هم به نظر میرسه کدمون رو جوری نوشته که این ورودی B به جای این که سایز باکسمون رو تغییر بده داره سیدش رو تغییر میده، یعنی نوع تصادفی بودنش رو تغییر میده. خب حالا بیشتر از اینم قصد ندارم وقتتون رو بگیرم، فقط میخواستم فرایند رو ببینیم. تو گراس‌هاپر هم خب اگر به ایرادی برخوردیم میتونیم دوباره ازش بخوایم براش توضیح بدیم، یا اگر ارور سینتکسی داشتیم جایی مثلا از تابعی استفاده کرده که تو پایتون نداریم، یا اگر مثلا مثل این چیزی که دیدید از کاراکترهای غیر اسکی استفاده کرده بدون اینکه تعریف شده باشه، یا ارورایی از این دست که خب شما کافیه فقط متن ارور رو بهش بدید و ازش بخواید که اصلاحش کنه. دوست داشتم این وسط راینو جی پی تی رو هم امتحان کنیم. من میام تو کامند پرامپت ویندوزم، یک ببینم از قبل نصبش نکردم، نه، یک اینستال راینو جی پی تی. فقط باید یه راینوی دیگه باز کنم. تو کامند لاینمون کامند راینو جی پی تی رو که تایپ کنیم، اولین بار ازمون میخواد که لاگین کنیم. باید تو خود سایتش rhino-gpt.com یه اکانت بسازید که فری هم هست. من قبلا این کار کردم. اوکی، و بعد از اینکه لاگین بشیم یه پنلی شبیه این باز میشه و کاری که انجام میده این پلاگین برامون دقیقاً همون کاریه که خودمون داشتیم دستی انجام میدادیم، یعنی نوع خواسته هامون دوباره تو همون رنج باشه. فکر نکنیم کار عجیب غریبی قراره انجام بده. پرامپتی که اینجا تایپ میکنیم به سرور راینو جی پی تی ارسال میشه، اونجا جوابش رو به صورت یه اسکریپت مینویسه و بعد اون اسکریپت رو برامون اجرا میکنه. فقط این زحمت کپی پیست کردن رو ازمون میگیره، ولی روال کار دقیقاً به همون ترتیبه. در واقع شما تو تو داکیومنتای خود پلاگین اگر بخونید پس ماجرا این اتفاق دقیقاً داره میفته. خب امتحان کنیم. مثلا من بهش میگم که فقط بدیهی که داره نسبت به کاری که قبلا انجام دادیم، یعنی خودمون مستقیما از طریق هوش مصنوعیمون بخوایم که برامون کد بنویسه، اینه که اینجا به کدمون دیگه دسترسی نداریم.
و حتی اگر شما یه پرامپت ثابت رو چند بار امتحان کنید نتیجه یکسانی الزاماً بهتون نمیده. یعنی همون متن رو یه بار بنویسید وارد کنید یه نتیجه بهتون میده، دوباره که این کارو کنید نتیجه متفاوتی ازش میگیرید. بنابراین دیگه این قابلیت رو که ما به کدمون دسترسی داشته باشیم، بتونیم خودمون دستی ادیتش کنیم یا مثلا یه آیکون باهاش بسازیم، یه کامنت بسازیم، این قابلیت ها رو دیگه نداریم. با این حال بیاید امتحانش کنیم. مثلا همون کرو پروانه‌ای رو یا جاذبه لورنتز رو ازش بخوایم. اینجا هم چون از API ChatGPT داره استفاده میکنه، بنابراین خیلی از قابلیتاش، خیلیش که دقیقاً همه قابلیتاش دقیقاً همون قابلیت‌های ChatGPT هستن. بنابراین به فارسی هم میتونیم بهش پرامپت بدیم کرو جاذبه لورنتز رو برام ترسیم کن. اتفاقی که میفته اینه که تسکیو که بهش دادیم میفرسته به سرور، منتظر جوابش بمونیم. بله، پس دلیل این که در واقع چت جی پی تی مون نتیجه خوبی بهمون نداد، در حالی که اینم اتفاقا به صورت یک کرو شکسته داده، در حالی که دیپسیک تو اولین مرحله جواب خوبی داد، این بود که محدودیت استفاده از چت جی پی تی 4 مون در روز تموم شده بود و از چت جی پی تی 3.5 داشت استفاده میکرد. اینم یه مزیت دیگه راینو جی پی تی نسبت به خود استفاده مستقیم از چت جی پی تیه و اونم اینه که شما اینجا بدون هزینه و بدون اینکه اکانت بخرید میتونید هر چقدر که خواستید از چت جی پی تی 4 استفاده کنید. خب بیاید بهش بگیم که خروجی یک کرو نرم باشه، نه خط شکسته. قبلی رو پاک کنیم. بله دقیقا جواب داد. یا این بار بیایید مثلا ازش بخوایم روی ورودی که خودمون بهش میدیم یه کاری انجام بده. مثلا من میگم کروی رو که بهت میدم با دایره هایی که رفته رفته بزرگتر میشن کاور کن. حالا یک کرو از قبل ترسیم کنیم. ازمون میخواد کرو رو انتخاب کنیم، ولی نتیجه خوبی بهمون نداد. یه بار دیگه این دفعه خوب شد. ولی اگر دوباره همین پرامپت رو بدیم هیچ تضمینی نیست که دقیقا همین جواب رو بهمون بده. کاری که میتونیم کنیم اینه که آخرین پرامپتمون رو دوباره ازش استفاده کنیم. یعنی این بار یک کرو دیگه بدم و اگر روی این ران با این آیکون قشنگش کلیک کنم این کار رو روی این کرو انجام میده یا روی هر کرو دیگه‌ای که بهش بدیم، ولی فقط برای آخرین اسکریپتمون. اون اسکریپت هم جای در دسترسی نیست که بتونیم ببینیمش و کپیش کنیم. بنابراین در کنار این مزیتی که داره و مستقیما شما توی خود راینو میتونید پرامپتتون رو بنویسید، همینجا هم اجرا بشه و بهتون نتیجه بده، این بدی رو هم داره که خب به کدش دسترسی نداریم.